سخنگوی مورد اسلامی میگوید یک گروه حاکم در ارتش پاکستان درباره مورد اسلامی تبلیغ میکند چون که پیشرفت و امنیت افغانستان را تحمل کرده نمیتواند. در خط فرضی دیورند به درگیری ها دامن میزند، در سرزمین خود از مخفیگاه های داعش چشم پوشی میکند و تمام تلاش های منطقی و معقول را برای حل مشکلات امنیتی پاکستان سابوتاژ کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی مورد اسلامی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وضعیت در تمام سرحدات و خط فرضی افغانستان وضعیت تحت کنترل کامل قرار دارد. تا اندازه زیاد جلو عملکردهای غیر قانونی گرفته شده است. وزارت دفاع مورد اسلامی افغانستان از تمام امکانات موجود کار میگیرد تا همه پوشش اپراتیفی تمام سرحدات و خط فرضی بیشتر تقویت گردد. سخنگوی مورد اسلامی میگوید که نیروهای افغان شب گذشته 20 پست پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند را تصرف کرده بودند. 58 نظامی پاکستانی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. شب گذشته نیروهای مورد اسلامی در ولایت کندهار، هلمند، زابل، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و خوست در امتداد خط فرضی دیورند عملات انتقامی بر پست‌های نیروهای پاکستانی انجام دادند. سخنگوی والی خوست و آمرین اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ ننگرهار و اسپین بولدک قندهار میگویند که پاکستان گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، غلامخان و چمن را برای هر گونه رفت آمد مسدود کردند. شب گذشته نیروهای مورد اسلامی در ولایت‌های کندهار، هلمند، زابل، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و خوست در امتداد خط فرضی دیورند بر پست‌های نیروی پاکستانی عملات انتقامی انجام دادند. منابع محلی در نیمروز میگویند نیروهای امنیتی در 2 عملیات جداگانه 20 تن کالاهای قاچاق را در ولسوالی چهاربرجک و 487 کیلوگرم مواد مخدر نوع عمان را در ولسوالی دلارام این ولایت کشف و ضبط کردند. این کالای قاچاقی که در 10 موتر باربری بارگیری شده بود شامل چاکلیت، دواهای صحی و محصولات زراعتی می باشد و قاچاقبران قصد داشتند این اجناس را از طریق ولایت نیمروز به سایر ولایت‌های کشور انتقال دهند. علی بلال بدنساز افغان در رقابت‌های جهانی پرورش اندام مستر المپیا توانست عنوان نایب قهرمانی را در بخش فیزیک مردان از آن خود کند. مسابقات مستر المپیا از 2 روز به این سو در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا در کاتگوری‌های مختلف برگزار شده بود. و در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر شرم الشیخ مصر 3 کارمند دیوان امیری اداره عالی دولتی قطر جان خود را از دست داده و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها میگویند اجساد قربانیان و زخمیان امروز به دوحه منتقل خواهند شد.